دیگر نه تنها قلدری و زورگویی مشرکان مکه باید پایان پذیرد، بلکه آنها مجبور خواهند شد تقاص آن هم از ظلم و ستم و آزار و شکنجه‌ای که بر پیکر ایمان وارد ساخته‌اند را پس دهند. پیامبر و ابوبکر پس از 3 روزی که در غار ثور پناه آورده بودند، در تاریکی سحرگاه روز دوشنبه 5 ربیع الاول از جهت غربی پایین شهر مکه با سرعت به سوی ساحل حرکت کردند. با طلوع آفتاب به طرف شمال تغییر جهت داده در بطن مر به موازات حدیبیه قرار گرفتند. مهاجران سوار بر شترهای چابک سعی داشتند در اسرع وقت هرچه بیشتر از مکه دور شوند. آنها تنها برای مدت بسیار کوتاه از گرمای آفتاب ظهر به سایه صخره پناه آورده، پس از استراحت کوتاه و نوشیدن شیری از گوسفندان چوپانی که از بخت قضا بدانجا رسیده بود، شتابان به مسیر خود ادامه دادند و همگام با غروب خورشید خود را در دل کراء الغمیم رسانیدند. مهاجران شب را در آنجا اتراق نموده، صبح روز 3 شنبه 6 ربیع الاول کراء الغمیم را ترک گفته از منطقه پایینی اسفان و عمج به طرف قدیت حرکت نمودند. پس از طی 65 کیلومتر راه ظرف تقریباً 8 ساعت از گرمای شدید آفتاب به خیمه معبد پناه آوردند. پس از استراحتی کوتاه مهاجرانی که تلاش داشتند با فاصله گرفتن از مسیر حرکت قافله ها از دید مردم به خصوص قریشیان و همپیمانانشان به دور باشند، به راه خود ادامه دادند. مسیر آنها ناگزیر از راه همیشگی کاروان ها می گذشت. قافله هجرت با در نظر داشت احتیاط های لازم به سرعت از تقاطع مسیر خود با راه کاروان ها فاصله گرفت. یادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم، سرود عشق از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم. بیادت من غمین و زارم ای دوست، چو مرغی در قفس بیمارم ای دوست، دلم را ابروهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، دلم را ابروهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید. سفر سرنوشت ساز هجرت همچنان ادامه داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم و یار غارشون صدیق اکبر در این سرزمین
در حال قدم زدن به سمت مدینه منورند، همون جایی که مؤمنین مخلص، سربازان جان بر کف رسول صلی الله علیه و سلم که چندی پیش باش بیعت کردن، منتظرن تا کی آفتاب نبوت در سرزمین مدینه طلوع بکنه. در مکه ذهنها مشغوله و چشمها دارن جستجو میکنن، صخره‌ها رو میکاون و میرن و کوه‌ها رو میگردن. دشت و صحرایی نمونده که جستجو نکرده باشن به امید دست یافتن به 200 شتر جایزه برای خبر زنده یا مرده بودن محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق. بسیاری از پهلوانان، بسیاری از شمشیر زنان عرب دست به شمشیر بردن، پای در رکاب گذاشتن تا برای دست یافتن به این جایزه این سرزمین، این کوه‌ها و دشت‌ها را پشت سر هم طی بکنن. از طرف دیگری عده‌ای هم هستن که قلب‌های اونها میتپه در مکه مکرمه و نگرانن و پریشانن و مضطرب و دعا میکنند که این سفر به خوبی و خوشی به اتمام برسه. علی مرتضی رضی الله عنه، عبدالله ابن ابوبکر و دیگر باقی مانده های مسلمانان در مکه مکرمه چشم انتظارن تا خبری به اونها برسه و خوشحال بشن از این که این سفر با موفقیت گذشت. در این سرزمین ابوبکر صدیق نگران از این که نکنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم آسیبی برسه. ابوبکر خانواده خودش رو در مدینه منوره تنها رها کرده و آمده و تمام مال و اموال خودش رو آورده. ابوبکر هنوز لحظه وداع با اسما رو فراموش نکرده، هنوز نگاه مضطرب چشمان اسما دختر بزرگوارش رو به خاطر داره، همون نگاهی که حاکی از غم و دلهره و نگرانی بود، همون نگاهی که ناخودآگاه و غیر مستقیم داشت به پدر میگفت شاید این نگاه و این دیدار آخر ما باشه. اما ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیشتر از این که نگران خانواده خودش باشه، نگران جان خودش باشه، نگران رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این کوه و دشت، در این سرزمین، ابوبکر صدیق رضی الله عنه همون مرد بزرگ تاریخ بعضی وقتها پشت سرش نگاه میکنه، میره پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعضی وقتها میره جلوی رسول صلی الله علیه و سلم، بعضی وقتها سمت راست حرکت میکنه، بعضی وقتها سمت چپ حرکت میکنه. حضرت صلی الله علیه و سلم میپرسند یا ابوبکر این چه حالیه که تو داری؟ میفرماید یا رسول الله وقتی من جلوی شما قرار میگیرم از این میترسم شاید از پشت سر کسی به شما حمله بکنه، وقتی که پشت سر شما قرار میگیرم از این نگرانم که شاید کسی از جلو به شما حمله بکنه. ابوبکر صدیق آرام و قرار نداره. ناگهان در تقاطع مسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود اینکه بسیار تلاش دارند که از مسیر کاروانهای اصلی حرکت نکنن، تاجری که از قبل ابوبکر صدیق رو در تجارت میشناسه در سر راه اونها قرار میگیره. تاجر بی خبره و بی اطلاع از داستان هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به صدیق اکبر. به همین علت میپرسه این همراه شما کیست؟ ابوبکر صدیق که قصد نداره به این راحتی خبر هجرت و خبر رسول صلی الله علیه و سلم پخش بشه و به کسی برسه، حکیمانه با ظرافت و با ذکاوت خودش میفرماید رجل یهدین السبیل، کسیه که من رو به راه راست هدایت میکنه، راه رو من نشون میده، راهنمای منه. با این تعبیر سعی میکنه نه دروغی گفته باشه به اون فرد و نه ماهیت همسفر خودش و نه حقیقت همراه خودش رو معرفی بکنه به اون شخص هم که این جمله رو میشنوه به مسیر خودش ادامه میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق در این منطقه صعب العبور گذر میکردند و همچنان به سمت مدینه منوره در حال حرکت بودند و تمام مسلمان ها در مدینه منتظر دعاگویانی در مکه دعاگو و دشمنان هم همچنان به امید جایزه در این دشت و کوه در حال جستجو بودند. خیالت از سرم اغلب رو باید، مرا فکر تو مجنون می نماید. خیالت از سرم اغلب رو باید، مرا فکر تو مجنون می نماید. تو هستی مهربان تر از گل یاس، نسیمی جان فزا در اوج احساس،
نشانی از گل آلاله داری، به قلبت داغ صدها لاله داری، نشانی از گل آلاله داری. نیرنگ قریش برای تعیین جایزه خیالی در منطقه کارگر افتاده بود. چشمان تیزبین تمامی غالباً مهاجران طرفهای ساعت 5 بعد از ظهر، ساعتی قبل از غروب آفتاب، از مسیری در اطراف منطقه بنی مدلج گذر کرده اند. منطقه‌ای که در آن با سوارکار نامدار این بادیه سراقة ابن مالک روبروی شدند. اینجا هنوز امتداد وادی قدید هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از اینکه از خیمه ام معبد خارج شدند به همین مسیر حرکت کردند تا به این منطقه رسیدند. این منطقه که هنوز در همون روز هستیم، تقریباً طرفای بعد از ظهر روز سه‌شنبه هستیم، دومین روز هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اینجا منطقه بنی مدلج بود. قبیله بنی مدلج اینجا سکونت داشتند. قبل از اون موعد سوارکاران قریش به اینجا رسیده بودند و به بنی مدلج و همه اطرافیان گفته بودند که محمد و یارانش از مکه خارج شدند و جایزه 100 شتر واسه هر سر محمد و سر ابوبکر تعیین شده. هر کسی این 2 نفر رو مرده یا زنده بیاره جایزه میگیره. این خبر در بین جوانای بنی مدلج رسیده بود. در همین اثنا اینجا در یکی از همین محوطه ها حتما سراقة ابن مالک، یک سوارکار و پهلوانی از بنی مدلج، نشسته بود با بعضی از اطرافیان مجلسی گرم کرده بودند که یکی سر رسید و گفت که آی سراقه، من 3 نفر سواری کار رو دیدم که از اون طرف نزدیک طرف به ساحل از اونجا حرکت میکردند. از دور 3 نفر بودند با شتر، 3 شتر بودند که در حال حرکت بودند. سراقه فوراً فهمید که حتما اینها پیامبر و یارانش هستند، چون که خبر بهش رسیده بود که اونها حرکت کردند و میدونست که حتما افرادی هستند که میخواند از راهی برند که راه معهود کاروانها نیست. اینجا بود که سراقه به طرف چشمکی زد و گفت که یعنی اشاره کرد که ساکت شه. بعد گفت که نه اینا رو من میشناسم، این فلانی و فلانی بود، شترشون گم شده رفتن دنبال شترشون، شما دیدین. و یه چند ساعتی اونجا منتظر بود. بعد که کسی متوجه نشه آروم از مجلس، از جلسه خارج شد و رفت خونش هم یک کنیزکی داشت. به کنیزکی گفت که شترش رو با برخی از اسلحه و اینا بگیره ببره پشت تپه. غالبا همین تپه میتونه باشه که گفته ببره پشت این تپه و خودش آهسته یواش از پشت خونش پرید، حالا خونه بوده یا خیمه بوده، از پشتش پرید و رفت پشت تپه، شترش رو گرفت و رفت که به طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و همراهانش و نزدیک هم شد به پیامبر اکرم، یعنی چند متری بیشتر فاصله نداشت که حضرت ابوبکر متوجه شد که یک سوارکاری پشت سرشونه. وقتی سوارکار نزدیک شد ابوبکر بسیار ناراحت بود، احساس خطر شدید میکرد و حتی اشکش میریخت. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پرسیدند که چه خبر شده ابوبکر؟ گفت که یا رسول الله اینا یک سوارکاری رسید و من خیلی نگرانم. پیامبر گفتن که نگران چی؟ گفت نگران شما یا رسول الله که خدا نکنه به شما یک گزندی وارد بشه. اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعا فرمودند که اللهم اکفناه بما شئت، خدایا شر این سوارکار رو از سر ما کم کن. در همین اثنایی که این داشت پیش می اومد پاهای اسباش رفت به زمین اینجا سفته، پاها رفت تو زمین به معجزه الهی و این بود که سراقه محکم خورد به زمین، بلند شد و جعبه تیری که داشت تیردانشو در آورد و همون چیزی داشتن بهش میگفتند ازلام، فالگیری میکرد مثلا که برم دنبالشون یا نرم دنبالشون، گزندی بهشون برسونم یا نرسونم. همین تیراشو تکون داد و در آورد، همون تیری در اومد که نباید بهشون ضرر برسونی. اما خب جلوی روش 200 تا شتر بود، حساب کمی نبود
خودش میگه که با این وجودی که تیر به نفع اونا در اومد که دنبالشون نرم، باز هم من تیر رو گذاشتم تو، سوار اسبم شدم که دنبالشون برم. جلوتر که رفتم باز پاهای اسبم رفت تو زمین دیگه. الان فهمیدم اسب رو به زور کشیدم بیرون از زیر پاهای اسب، انگار که یک دودی بر اومد رفت به آسمون. فهمیدم که دیگه من توان مقابله با پیامبر خدا رو ندارم. اینجا بود که خیلی وحشت برش داشت و گفت من تسلیمم، ببخشید من تسلیمم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهشون نگاهی انداختن و اون بود که سراغ گفت یا رسول الله شما یک لطفی کنید، همین تیر منو بگیرید، جلوتر که میرید رمه گوسفندای منه، گله شترای منه، شتری گوسفندی هر چی دادید همین تیر رو نشون بدید، به چوپان به شما میده. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت نه، ما شتر شما رو نمیخوایم. گفت بفرمایید، پس من همراهم آذوقه دارم، هر چی که میخواید در خدمت شماست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچی از شما نمیخوایم. گفت باشه، پس به من امان بدید، من برمیگردم و هر کسی هم پشت سر اومد اونو میگم که این طرف خبری نبود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لبخندی زدند و فرمودند که سراغ چی حال خواهی داشت وقتی که علنگوهای پادشاه سرزمین فارس رو، کسرا رو میپوشی؟ سراغه وحشت کرد. چی؟ من یک صحرانشین گمنام دستبندای پادشاه سرزمین فارس رو میپوشم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن بله. سراغه اصلا باورش نمیشد. گفت که یا رسول الله اگر یک لطفی کنید برای من یک امان نامه بنویسید خیلی ممنون میشم. اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت ابوبکر گفتند که یک چیزی براش بنویسن. عامر ابن فهیره فوراً همون پوستی که بود با چیز در آورد و چند جمله واسه سراغه نوشتن و بعد از این پیامبر اکرم و یارانش همین راه رو ادامه دادن به طرف مدینه. سراغه برگشت تو راه، هر کس رو میدید میگفت نه این طرف نرید، من رفتم همه این طرف رو چک کردم، این طرف هیچ خبری نبود. و سراغه برگشت و این کسی که رفته بود برای دستگیری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم الان اومده صد راه کسای دیگه است که میرند و داره منطقه رو به اصطلاح پوشش میده و میگه که اینجا خبری نیست. سراغه برگشت و بعدها همین سراغه مسلمون شد. در زمان حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه سرزمین فارس فتح شد و غنیمت ها از اونجا رسید. از جمله این غنیمت ها دستبندای خسرو بود و اینو عمر صدا کرد سراغه رو، گفت که بیا و اینا رو تو دستش گذاشت. گفت قصه تو واسه صحابه تعریف کن. سراغه همه ماجرا رو تعریف کرد و اینطور این ماجرا به دست ما رسید و سراغه بعدها در زمان حضرت عثمان شهید شد. خداوند از ایشون راضی باد و قبرشان همیشه نورانی باد. پس از پشت سرگذاشتن سراقه، قافله توحید با گذشتن از منطقه قهدواد در اطراف جحفه مسیرش را به سوی الخرار، جایی که غدیر خم در آن واقع است، ادامه داد. پیامبر و همراهان جزء از شب را در الخرار استراحت کرده سحرگاه روز چهارشنبه هفتم ربیع الاول براه افتادند. در مسیر با دو صحابی جلیل القدر زبیر و طلحه ابن عبیدالله ملاقات کردند که همراه با قافله تجارتی خود از شام باز می گشتند. آنها لباسهای سفیدی به پیامبر و یارش هدیه داده به اطلاع آنها رسانیدند که مهاجران با شدت بخشیدن به سرعت خود از مسیر کاروانها بیشتر فاصله گرفته از راه وادی حیا به سوی بئر مره یا ثنیه مره خود را به وادی لقف در 60 کیلومتری الخرار رسانیدند. ظاهراً آنها این مسافت را در روز چهارشنبه و بخش از شب پنجشنبه طی کرده اند. مهاجران شب را در وادی لقف گذراندند. جان فضا در اوج احساس
نشانی از گل آلاله داری، به قلبت داغ صدها لاله داری. نشانی از گل آلاله داری، به قلبت داغ صدها لاله داری. بیادت ای سر و دندان شکسته، شکم را با سلاح سنگ و بسته. فرستادم بیاد تو سلامی، رسول الله صلی الله علیه و سلم و صدیق اکبر یار غار حضرت علیه السلام در راه هجرت به مدینه منوره در این منطقه روز سه‌شنبه پای گذاشتند. منطقه جحفه تقاطع راه کاروانهای تجاری اون زمانه و راه اصلی که به سمت مدینه منوره میرفت و مسیری که رسول الله صلی الله علیه و سلم و همراهانشون انتخاب کرده بودند. این منطقه یادآور سفر مکه مکرمه بود. این منطقه همون منطقه‌ای بود که کاروانها به سمت مکه می‌رفتند. مکه زادگاه رسول صلی الله علیه و سلم، مکه همون سرزمین مقدسی که 2 روز قبل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اشک اونجا رو ترک کرد. همون منطقه‌ای که فرمود اگر ظلم قوم تو نبود هرگز من تو رو ترک نمی کردم، چرا که مقدس ترین مکان روی زمین و محبوب ترین مکان نزد من هستی. رسول الله صلی الله علیه و سلم بار دیگر خاطرات 53 سال گذشته عمر مبارک رو به یاد میاره، روی به مکه مکرمه میکنه و اشکهای مبارکش جاری است. رسول الله صلی الله علیه و سلم مکه رو نه به خاطر کعبه و نه به خاطر مکه بودنش ترک کرد، بلکه به خاطر شرک و کفر حاکم بر این سرزمین مکه رو ترک کرد به امید یافتن سرزمینی جدید، به امید نجات مکه در آینده، به امید افتتاح سنگری جدید در مدینه منوره برای باز پس گرفتن مکه مکرمه و در آمدن مکه به دامان توحید. رسول الله صلی الله علیه و سلم اشکهای مبارکشون جاری بودند که جبرئیل امین علیه السلام نازل شد. یار همیشگی حضرت علیه السلام، همون فرشته بزرگواری که در طول این مسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در شرایط سخت، در مشاکل و سختی ها یاری میکرد و دلداری میداد، در قرن و ثعالب نازل شد و امروز در این منطقه هم آمد و این آیه مبارکه رو برای رسول الله صلی الله علیه و سلم هدیه آورد از طرف الله متعال. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. ای پیامبر ما، همون ذات با عظمتی که قرآن کریم رو برای تو نازل کرده، همون ذات بزرگواری که آیات کلام الله مجید رو به تو هدیه داده، ضمانت میکنه که تو رو به مکه برمیگردانه، که مکه مکرمه بار دیگر خوشحال خواهد شد به قدوم مبارکت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه ترک کردن مکه مکرمه با این بشارت ها همچنان ثابت قدم و استوار به همراه صدیق اکبر به مسیر خودشون ادامه میدن. سبزی بهاران احترامی، فرستادم بیاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی. بیادت شام مکه رنگ خون است، بگاه سرخ یثرب لاله گون است. پرستوهای طائف پرشکسته، نفسهای قناری گشت خسته. پرستوهای طائف پرشکسته، نفسهای قناری گشت خسته. در این عالم تو قربانی بدار. احلى الورى طه حبیبی صلوا علیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و همراهان بعد از اینکه از جحفه حرکت کردن به این سو اومدن، از پشت این تپه یا این کوه
اومدن داخل این وادی همون وادیه که مشهور به غدیر خم و از اینجا تقریبا میشه گفت که صبح روز چهارشنبه 7 ربیع الاول اینجا رسیده بودند. غالبا بعد از اینکه از جحفه حرکت کردند در مسیر شب رو گذروندن و صبح روز بعدش از اینجا حرکت کردند به طرف ماء احیا و ثنیة المره. البته در همین مسیری که میرفتند از اون سو طلحه ابن عبیدالله و زبیر ابن عوام، زبیر داماد حضرت ابوبکر شوهر اسما، اینا داشتند با کاروان تجارتی که از شام می اومد و بر مدینه گذر کرده بود داشتند می اومدن به طرف مکه. در راه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسیدند، خیلی خوشحال شدند و به پیامبر اطلاع دادند که مردم مدینه سخت در انتظارند و الان شما تقریبا از اون موعدی که مردم انتظار داشتند شما برسید دیر کردید و مردم سخت دلواپسند. اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفتند که راهشون رو یه مقداری با سرعت بیشتر برند و در مسیر همونطور که ملاحظه خواهیم کرد راه رو عوض کردند، یه راه نزدیکتری رو انتخاب کردند و در همین ملاقات هم طلحه و زبیر لباسهای سفیدی رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ابوبکر هدیه دادند که هنگامی که وارد مدینه میشن با لباسهای سفید و تمیز و زیبا بتونن با مسلمونا اولین ملاقاتشون ملاقات زیبایی باشه. در این عالم تو قربانی بدادی، در ایمان بروی ما گشادی، هزاران جان ما قربانت دوست، فدای دین جاویدانت دوست، هزاران جان ما قربانت دوست، فدای دین جاویدانت دوست. رسول الله توی محمود هر دل، توی سر منزل مقصود هر دل، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت. السنا في صفحة البدر سناك، وطيوب المسك بعض من شذاك، وقلوب الناس بالحب فداك، يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك، اصطفاك الله تيسيرا ورحمة، واصطفانا ولسنا خير أمة، بعدما تاه الورى جهلا وظلمة، يا حبيب الله يا نور الهدى، في دجانا من لنا إلا ضياء. السنا في صفحة البدر سناك، وطيوب المسك بعض من شذاك، وقلوب الناس بالحب فداك، يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك، منتهى الخلق جلال
جلالا وكمالا أبلغ الألسن صمتا ومقالا قبل از طلوع آفتاب روز پنجشنبه 8 ربیع الاول مسافران سحرخیز راهشان را همچنان ادامه داده با گذشتن از مدلجه لقف، مدلجه مجاح، مرجح مجاح، مرجح ذی العصبین، بطن ذی کشد، الجداد، الاجرد یا الاجیرد، بطن ری، وادی ذی سلم، مدلجه تحن، العبابیب یا الغثریانه و الفاجه خود را در دل شب به وادی القاحه در 60 کیلومتری وادی لقف که شب گذشته را در آن سپری کرده بودند رسانیدند. روز جمعه 9 ربیع الاول پنجمین روزی بود که مهاجران از غار ثور حرکت کرده بودند. آنها در این روز تنها مسیری حدود 40 کیلومتر کمتر از میانگین مسافت روزهای پیش تا العرج را طی کردند. سختی راه یکی از شترها را به شدت آزرده بود. ابوبکر را در آن اطراف آشنایی بود. آنها برای گرفتن شتری تازه نفس و شاید هم برای اطمینان بیشتر از مسیر حرکتشان به العرج نزد اوس بن حجر رفتند. أنبل الفرسان سلما ونزالا يا نبي الله يا مختاره من خصال الطهر والخير حباها السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك كم غريق بين أمواج الحياة كنت يا طه له. همونطور که ملاحظه فرمودید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این راه پرمشقت و سخت رو طی کردند از ماه احیا به سوی همون گردنه مره یا ثنیه مره و از این مسیر تشریف فرما شدند و رفتند به این صورت به طرف وادی لقف که این بعد ما هم همراه شما انشالله همه این مسیر رو طی میکنیم و خودتون در تصویر مشاهده میکنید که چقدر این مسیر سختی هست و چه گردنه های سختی داره و چه راه پرمشقت و مشکلی هست. وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك كم غريق بين أمواج الحياة كنت يا طه له طوق النجاة فعلى طه سلام وصلاة يا صفي الله يا رحمته بك آمنا إلى حين لقاء بك آمنا إلى حين لقاء. ايش مشكلة الطريق؟ ما الان دیر کردم چی مشکل زیاده. خب برمیگردیم میریم. انقدر کوه پیش در پیچه، انقدر پیش در پیشه، ماشینام که راه نمیده اینجا. طوری که میبینید بینندگان عزیز مثل که از اینجا خیلی وقت میشه که کسی رد نشده از این. فکر نمی‌کنم کسی اصلا همچین کسایی که اینجا ساکنن ما رو میبینن حتما تعجب میکنن که اینا برای چی اینجا دنبال چی میگردن.
اگر رسول الله صلی الله علیه و آله نرفته بود داغ بزنیم تا هیچ آدم عاقلی بلند میشد این کور بیاد بگرد و به دنبال مسیر بگرد. نرجع بیادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم، سرود عشق از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم. بیادت من غمین و زارم ای دوست، چو مرغی در قفس بیمارم ای دوست، دلم را ابروهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، دلم را ابروهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید. تو هستی مهربان تر از گل یاس، نسیمی جان فزا در اوج احساس، نشانی از گل آلاله داری، به قلبت همچنان همراه با شما بینندگان عزیز و همگام با نبی رحمت در طریق هجرت به مدینه منوره همراه هستیم با رسول الله صلی الله علیه و سلم و همراهانشون صدیق اکبر، راهنما و چوپانی که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما این طرف روبروی بنده وادی لخف رو پشت سر گذاشتیم. کوهی که سمت راست ما میبینید ام طاهر نام داره و منطقه سمت چپ کوههای اقربان هستند و پشت سر بنده وادی مجاح و همچنین ما این مسیر رو طی می‌کنیم به همراه جناب دکتر. چهارمین روز سفر ماست، با اینکه با ماشین داریم این مسیر رو طی می‌کنیم، هنوز 60% از مسیر رو هم طی نکردیم و همچنان با جناب دکتر این مسیر رو با شما همراه خواهیم بود. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید مسیر بسیار دشواری است، گردانه‌های بسیار خطرناکی داره، سنگ‌ها، صخره‌ها، سختی مسیر. هدف اینه که با هم احساس کنیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و همراهانشون، یارانشون چه سختی‌هایی رو تحمل کردند تا تونستن این دین رو برسونند به ما. همین که ما این احساس تو ما زنده باشه، همین که احساس کنیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه سختی‌هایی رو تحمل کردن، این شاید به ما نیرو بده که ما هم در راه خدا از همه چیزمون بگذریم و در راه خدا سختی‌ها رو تحمل کنیم و طوری باشیم که روز قیامت بتونیم تو چشمای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم و بگیم یا رسول الله ما هم بودیم. نشانی از گل آلاله داری، به قلبت داغ صدها لاله داری، بیادت ای سر و دندان شکسته، شکم را با سلاح سنگ و بسته، فرستادم بیاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی، فرستادم بیاد تو سلامی،
به سبزی بهاران احترامی. بیادت شام مکه رنگ خون است، بگاه سرخ یسرب به لاله گون است. پرستوهای طائف پرشکسته، نفسهای قناری گشت خسته. پرستوهای طائف پرشکسته، نفسهای قناری گشت خسته. در این عالم تو قربانی بدادی، در ایمان به روی ما گشادی. هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای دوست. هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای دوست. رسول الله توی محمود هر دل. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید گردنه صعب العبوری است برای وسایل نقلیه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و همراهانش از این گردنه که اون طرفش مدلجه مجاح بود و این طرف مدلجه ذوالعصبین تشریف آوردن. در اینجا زیر این درخت‌ها لختی استراحت کردند و بعد به این صورت حرکت کردند و رفتند به وادی ام کشت که ما هم همراه با شما این راه رو ادامه میدیم. فدای دین جاویدانت ای دوست، هزاران جان ما قربانت ای دوست. فدای دین جاویدانت ای دوست. رسول الله توی محمود هر دل، توی سر منزل مقصود هر دل. درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت. درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت. درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت. أنا في صفحة البدر سناك، وطيوب المسك بعض من شذاك. وقلوب الناس بالحب فداك، يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك. اصطفاك الله تيسيرا ورحمة، واصطفانا ولسنا خير أمة. بعدما تاه الورى جهلا وظلمة، يا حبيب الله يا نور الهدى. في دجانا من لنا إلا ضياء. السنا في صفحة البدر سناك، وطيوب المسك بعض من شذاك. وقلوب الناس بالحب فداك، يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك.
منتهى الخلق جلالا وكمالا، أبلغ الألسن صمتا ومقالا، أنبل الفرسان سلما ونزالا، يا نبي الله يا مختاره، من خصال الطهر والخير حبالا. السنا في صفحة البدر سناك، وطيوب المسك بعض من شذاك، وقلوب الناس بالحب فداك، يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلا؟ كم غريق بين أمواج الحياة، كنت يا طه له طوق النجاة، فعلى طه سلام وصلاة، يا صفي الله يا رحمته، بك آمنا إلى حين لقاء، بك آمنا إلى حين لقاء. ما همکنون در وادی القاهه هستیم و بعد از اینکه منطقه ام کشت رو پشت سر گذاشتیم به منطقه جداجد قدم گذاشتیم، هم منطقه که امروز به اسم بوستان مشهور است، و بعد از اون به گردنه اوجیرد وارد شدیم و بعد از اون همون مسیری رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم پشت سر گذاشتن به وادی دهن رسیدیم و بعد از اون وادی الفاجه رو رسول صلی الله علیه و سلم انتخاب کردن که وادی الفاجه آخرش به این منطقه میرسه، وادی القاهه، و اولین منطقه‌ایه که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه با مسیری که کاروانها و قافله‌ها در اون زمان حرکت می‌کردن همراه شدن، چرا که این منطقه همونجوری که خودتون می‌بینید منطقه نسبتاً وسیع است. البته پشت کوههایی که پشت سر بنده است سمت راست و سمت چپ هم این منطقه سرزمین ادامه داره و وادی سرسبزی هست که چراگاه‌های فراوانی داشته. به هر حال شترها، گوسفندها، رمه‌های اینجا بودن که این امر کمک می‌کرده تا رسول الله صلی الله علیه و سلم و همراهانشون کمتر مورد دید باشن. علاوه بر این که خب فاصله اونقدر تا مکه مکرمه زیاد هست، نسبتاً ما حدود 80% از مسیر رو پشت سر گذاشتیم که کمتر گمان میرفت که خبر کاروان رسول صلی الله علیه و سلم به این سرزمین رسیده باشه و این منطقه در امنیت بیشتری قرار داشت از اونجایی که منطقه پهناوری هست، وسیع هست، درخت‌های فراوانی داره و احتمال اینکه مثل گردنه‌های گذشته مورد کمین قرار بگیرن و در دید دشمنان باشن کمتر بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در انتهای مسیر وادی الفاجه با وادی القاهه همراه شدن، همون مسیری که کاروانها مسیر حرکتشون بود به سمت مدینه منوره به خاطر دلایلی که ذکر شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم تا قبل از رسیدن به این منطقه هرگز همراه مسیر کاروان ها نبودند بجز در یک منطقه که محل تقاطع بود. ابتدای مسیر حرکتشون از سمت غرب بود، یعنی بین مسیر کاروان ها و دریای سرخ قرار داشتن و بعد از اون تغییر مسیر دادن، به سمت شرق آمدن و مسیر کاروان های اصلی بین حرکت رسول صلی الله علیه و سلم و بین دریا قرار گرفته بود تا اینکه در این منطقه هم مسیر شدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم از سمت راست این منطقه به سمت مکه مکرمه و کاروانیانشون در حال حرکت بودن و طریق قوافل هم نسبتاً در همین مسیر بود. با شما این مسیر رو تا ورود به مدینه منوره ادامه میدیم. بیادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم، سرود عشق از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم.
بیادت من غمین و زارم ای دوست، چو مرغی در قفس بیمارم ای دوست. دلم را ابروهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته. دلم را ابروهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته. بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است. خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید. خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید. تو هستی مهربان تر از گل یاس، نسیمی جان فزا در اوج احساس. نشانی از گل آلاله داری، به قلبت داغ صدها لاله داری. نشانی از گل آلاله داری. امروز از صبح زود ما شروع کردیم برای رسیدن به منطقه‌ای که 85% از روایات تاریخی اون رو ذکر کردن، منطقه ارج. و اما متاسفانه جای مشخصی که بتوان اون رو گفت که منطقه ارج پیدا نکردیم. همه این منطقه رو زیر پا نهادیم، با بعضی از افرادی که در این منطقه هستند، با بزرگسالا مردم منطقه مشورت ها کردیم. با خلاصه به این نتیجه رسیدیم که مسیری که تعیین شده و مشخصه و کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های جغرافیای منطقه مشخص کردن، مسیر هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دقیقاً اون طرف راست بنده است. این کوه قله بلندی که می‌بینید، این قله مناصیر، طرف راست این قله مسیر حرکت کاروان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. دست چپ بنده این طرف مسیر حرکت کاروان‌های تجارتی بود. غالب امر بر اینه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و همراهان در این منطقه که رسیدن، الان دیگه خطری از قریش اونا رو تهدید نمیکنه. نزدیک شدن به مدینه، بیشتر راه رو طی کردن. هدف زودتر رسیدن به مدینه است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این منطقه که رسیده بودن، اون طرف این کوه‌ها، یکی از شترهای همراه زخمی میشن. حضرت ابوبکر میگن که من در این منطقه، این حدودی هست که آقای اوس ابن حجر اسلمی که بهش ابو تمیم میگن، غالبا در این منطقه زندگی میکرده. اوس ابن حجر از دوستای ابوبکر است. ابوبکر در کاروانهای تجارتی که از اینجا طی میکردن با ایشون آشنایی قدیم داشتن. از این رو اونا اون مسیر رو ترک کردن، اومدن به این محوطه که برسن به راه تجارتی کاروانها که الان به اصطلاح خطر رفع شده است. اینجا که رسیدن، روایات میگه که حضرت ابوبکر یک جوونی رو پیدا کردن، فرستادن که برو آقا پیش اوس ابن حجر سلام منو برسون بهش، بگو که ابوبکر از اینجا داره رد میشه و مشکلی واسش پیش اومده که یکی از شترهاش لنگ شده. الان شما اگر لطف کنی یه شتر بیشون برسونید. غالبا اون چیزی که صورت گرفته اینه که اوس با شنیدن این خبر خوشحال شده، اومده به استقبال مهمونها و پیامبر و همراهانش رو گرفته. شب جمعه اینجا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شب جمعه رو اینجا پیش اوس ابن حجر موندند و غالب روایات به این میرسونه که از اینجا به بعد اوس ابن حجر به عبدالله ابن اریقط گفته که همراه و کسی که راهنمای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و همراهان بود، بهش گفته که دیگه الان نیازی نیست که شما همراه باشید، شما میتونید برگردید.
ایشون برگشته. اوس ابن حجر یک شتر قوی باز به جای اون شتر زخمی به قافله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و همراهان داده و یک جوونی از قبیله خودش به نام مسعود ابن حنیده رو همراه پیامبر و یارانش همراه کرده که ایشون رو تا مدینه یا تا قبا همراهی کنند و چون که فهمیده که پیامبر عجله دارند برای رسیدن به قبا، بهشون پیشنهاد کرده که این راه کاروانها رو نرن و این راه دیگه ای که مسعود ابن حنیده بلد بوده بهشون گفته که این راه رو برید. از اینجا به بعد این مسیر رو ما طی خواهیم کرد، مسیر هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که دست راست من باشه و از مسیر کاروانها باز فاصله میگیره. حدود فرق این دو مسیر تقریبا چیزی حدود 50 کیلومتره که تقریبا میشه مسیر یک روز راه. از اینجا از طرف راست بنده این مسیر میره به ثنیه و به بطن ریم که از اونجا باز به طرف قبا حرکت میکنه. ما انشالله همراه با شما این مسیر رو ادامه میدیم تا بیاری خداوند متعال به قبا برسیم. ادامه ماجرا هم اینه که غالباً اوس ابن حجر اینجا مسلمون نشده، در راه مسیری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با مسعود ابن حنیده همراه و راهنمای جدید میرفتن، این جوون متأثر میشه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و دین رو میفهمه. مسعود ابن حنیده مسلمون میشه. در برگشت مسعود به منطقه پیش اوس ابن حجر، همون رئیسش یا سیدش، واسه ایشون از اسلام میگه و حقیقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اون چی که دیده و اوس ابن حجر بعد از اون اسلام میآوره. روز شنبه 10 ربیع الاول، ششمین روز حرکت پیامبر و همراهانش از غار ثور بود. آنها الارج را ترک گفته با طی تقریباً 40 کیلومتر الجدوات رکوبه ثنیة الغائر را پشت سر گذاشته وارد وادی ریم شدند. السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك اصطفاك الله تيسيرا ورحمة واصطفانا ولسنا خير أمة بعدما تاه الورى جهلا وظلمة يا حبيب الله يا نور الهدى في دجانا من لنا إلا ضياء السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك منتهى الخلق جلالا وكمالا أبلغ الألسن صمتا ومقالا أنبل الفرسان سلما ونزالا يا نبي الله يا مختاره من خصال الطهر والخير حباها السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز جمعه بعد از اینکه از منطقه ارج گذر کردند و اونجا با همکاری ابوبکر صدیق و
آشنایانی که اونجا داشت. یکی از شترها عوض شد و شتر تازه نفسی رو در اختیار گرفتن و راهنما هم به احتمال غالب برگشت و مسعود بن حنیده راهنمای جدید بود، نوجوانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم و همراهیان تلاش داشتند تا سریع ترین راه رو انتخاب بکنن برای رسیدن به مدینه منوره. به همین علت بهترین گزینه‌ای بود که الان ما در اون قرار داریم. این منطقه گردنه غائر هست و کوهی که پشت سر بنده می‌بینید کوه رکوبه است. این کوه در امتداد راه رسول صلی الله علیه و سلم به گردنه غائر قرار داره. ما این منطقه‌ای که الان هستیم حدود 1025 متر از سطح دریا ارتفاع داره و میتونیم بگیم که سخت‌ترین منطقه‌ای که رسول صلی الله علیه و سلم در طریق هجرت و راه هجرت به مدینه پشت سر گذاشتن همین منطقه هست. این منطقه مشکلاتی در راه خودش داشت. یکی همون ارتفاع زیاد و صعب العبور بودنش بود، اما به خاطر اینکه حدود یک شبانه روز راه رسول صلی الله علیه و سلم به مدینه رو نزدیکتر میکرد، با این وجود رسول صلی الله علیه و سلم این منطقه رو انتخاب کردن. این منطقه همونجوری که شما میبینید از اون پایین تا اینجا و هنوز امتداد داره، مقداری پشت سر دوربینی که به هر حال فیلم برداری میکنه این صحنه رو. این منطقه رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق و همراهانشون با شترهای خودشون این ارتفاع رو بالا اومدن. البته الان به خاطر یک سری منافع اقتصادی اینجا در حال آسفالت شدن هست و جاده ساخته شده. طبیعتا اون موقع این امکانات نبوده و این گردن کلا کوه بوده و صخره و بالا رفتن از اون کار آسانی نیست. مشکل دیگری که در این منطقه وجود داشت وجود راهزنانی بود که منطقه اونها رو کلا میشناختن و به اسم مهانان مشهور بودن. دو دزد مشهور در این منطقه کمین میکردن در این گردنه و هر کسی رو که از این منطقه گذر میکرد مورد چپاول و تاراج قرار میدادن. همون ابتدا وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم و صدیق اکبر میخواستن در این منطقه در این مسیر قدم بگذارن، راهنما مسعود بن حنیده و اطرافیان اشاره کردند به وجود این خطر و این مشکل دومی بود که در این مسیر قرار داشت. بعد از سختی راه و صعوبت ارتفاع مسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم را از این مشکل مطلع ساختن، اما آمون حضرت علیه السلام توکل به الله نمودن و پای در مسیر گذاشتن. در این منطقه غالبا با این دو نفر، این دو چپاولگر و راهزن همراه شدن. وقتی این دو نفر آمدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران رو قصد داشتن مورد آزار و اذیت قرار بدن و مالهاشون رو تاراج بکنن، حضرت فرمودن شما کی هستید؟ اونها گفتن که ما مهانانیم، ما اراذل اوباشیم، ما دزدیم، ما راهزنیم. اونها اهالی این منطقه اسم این دو نفر رو مهانان گذاشته بودن و اینها هم همین اسم رو برای خودشون انتخاب کرده بودن. تعبیر امروزی ترش همون اراذل اوباش خودمون هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن شما اراذل اوباش نیستید، شما مهانان نیستید، بلکه شما انسان‌های مکرمی هستید، شما انسان‌های با شخصیتی هستید، انسان‌های نیکویی هستید. این تعبیر برای این دو نفر بسیار عجیب بود و اونها رو متأثر ساخت. این کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم کمتر کسی تا حالا به این دو نفر توجه کرده بود و اونها رو مورد اکرام قرار داده بود و اومده بود اونها رو شخصیت قائل بشه برایشون. تا به حال هر کسی اینها رو میدید تحقیر میکرد، توهین میکرد و اونها رو بی احترامی میکرد و اونها هم بر اون گناه و فسادی که داشتن بیشتر میافزودن. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین از اونجایی که میدونستن قلب‌های انسان‌ها از همون ابتدا صاف پاک، این قلب شاید غباری روی اون بگیره، شاید لحظه‌ای سیاه بشه، مقداری تیره و تاریک بشه، اما فقط یک صیقل میخواد، فقط یک تلنگر میخواد، فقط یک شستشو میخواد، یک جرقه میتونه که کلا این فضای خالی خانه قلب انسان‌ها رو منور بکنه و اون تاریکی‌ها خارج بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسیر هجرت با تمام مشکلات، سختی‌ها، تهدیدهایی که وجود داره، اما هدف اصلی رو فراموش نکردن. هدف این هجرت به خاطر دعوت، هدف این حرکت به خاطر دعوت و رساندن رسالت آسمانی است و در این مسیر هم این دو نفر وقتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردن، دو نفری که تمام منطقه میترسیدن حتی از این منطقه گذر بکنن به خاطر وجود اونها، وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم با اونها ملاقات کردن، اونها رو شخصیت قائل شدن، ارزش قائل شدن، به اونها احترام گذاشتن، اون دو متأثر شدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام رو بر اونها عرضه کردن و اونها ایمان رو پذیرفتند. و این خودش برای ما درسی است که ما اگر اطرافیانمون کسانی هستند که
به نام بدی مشهورند. اگر کسانی هستند که مردم به دید بد به اونها نگاه میکنن، اونها رو متهم میکنن، یا واقعا هستند و به صفات بدی مشهور شدن، سعی بکنیم تا دل اونها رو به دست بیاریم، سعی بکنیم به جای دور شدن از اونها، به جای فرار از اونها، بیایم اونها رو نزدیک بکنیم به خودمون، بریم به اونها نزدیکتر بشیم، سعی بکنیم اونها رو جذب بکنیم، نه که بیشتر با فاصله گرفتن از اونها، با تهدید کردن اونها، با توهین و تحقیر اونها، بیشتر اونها رو بر کارهای بدشون، افعال نادرستشون جری بکنیم و اونها رو وادار بکنیم بیشتر در این وادی غرق بشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم و همراهانشون در این منطقه گردنه غائر و یا گردنه رکوبه هم مشهور، بعضی به خاطر این کوهی که در این نزدیکی قرار داره، کوه پشت سر من، این منطقه رو بهش میگن گردنه رکوبه. بعضی هم به خاطر اینکه این به هر حال دره مانندی که اینجا ایجاد شده، گذرگاه عمیقی که هست بین دو کوه، اون رو به اسم گردنه غائر نامگذاری کردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم این مسیر رو ادامه دادن و ما هم این مسیر رو با شما عزیزان همراه خواهیم شد. في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلا كم غريق بين أمواج الحياة كنت يا طه له طوق النجاة فعلى طه سلام وصلاة يا صفي الله يا رحمته بك آمنا إلى حين لقاء بك آمنا إلى حين لقاء